خب به بخش سخت و هیجان انگیز رو عرض کنم که اصلی در واقع اختتامیه، یعنی اهدای جوایز، معرفی برگزیدگان، رسیدیم. یکی از این بخش ها بخش مستند اقتصاد مقاومتی بوده. مثلا اون جای شما میذارم میدونم یه کاری که اصلا تکنیک نداشته باشه رو چجوری میتونید شما مثلا بپذیرید؟ جنگ رو، دفاع مقدس رو با دفاع اقتصادی با هم جمع کنید. خب نظر فرمایش شما الان چیه؟ چی بگید؟ نظرشون فقط اولین لوح افتخار در این اختتامیه در بخش مستند اقتصاد مقاومتی اهدا می شود به جناب آقای علی خسروی و مستند نفت سیاه به خاطر آسیب شناسی اقتصاد ایران جناب آقای روح الله رحیمی به علت توجه به اقتصاد دانش بنیان در مستند تابش، جناب آقای مهدی رسولپور به علت توجه به اقتصاد مردمی در مستند کایر، جناب آقای یزدان کیانی به علت پرداختن به پیوند دفاع مقدس و اقتصاد مقاومتی در مستند آوای دستان. فانوس جشنواره در این بخش تعلق میگیرد به جناب آقای مصطفی رضوانی به علت خلاقیت در کارگردانی و مضمون مناسب در مستند نبرد خاموش و آقای تقی قاسمپور فیلمبردار مستند کایر به خاطر تصویربرداری خلاق و چشم نواز در این مستند. ضمناً هیئت داوران در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی انتظار داشت روح حماسی و انقلابی آثار این بخش پررنگ‌تر باشد و همه هنرمندان و فیلمسازان کشور را به توجه بیشتر به رسانه اقتصاد انقلاب اسلامی فرا می‌خواند.